خدا کنه برج ایفل تو تهران باشه، خدا کنه دریاچه عمان تو ارومیه باشه. من تو امتحانم اینا رو نوشتم، آخه چیکار کنم؟ با ما همراه باشید، میخوایم در ادامه این بحث دعا و قضا و قدر رو بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. با توجه به شروع شدن مدارس و دانشگاه، همراه با مدارس و دانشگاه امتحاناتش هم میاد دیگه. ما خیلی دعا میکنیم حداقل معدلمون بالا 18 بشه. به خاطر همین ما میخوایم در اول آبان ماه که تازه امتحانات ماهانه و میان ترم و اینا داره کم کم شروع میشه، اینا با هم بررسی کنیم. دعا کردن یک حالتیه که به ما امید بخش هستش. بذارید یه مثال براتون بزنم. دقیقا اینجا خدا عین یک معلم میمونه. حالا شاید تشبیه درست نباشه، اما بالاخره ما باید این مثالا رو بزنیم که درک و فهم بیشتر داشته باشیم. خدا اینجا عین یه معلم میمونه. معلم چی میگه؟ میگه من مستمر تو 20 میدم، تو امتحان دست نمیتونم ببرم، شاید هم بتونم ببرم، اما خب درست نیست، عادلانه نیست. هم عادلانه نیست، هم خونه تو رنگین تر نیست، هم بقیه آدمم و من برای همه معلمم. خودم دقیقا همینو میگه من میتونم سر امتحان بهت امید بدم، میتونم بهت آرامش بدم، میتونم اضطرابت کم کنم، میتونم من بهت وحی بفرستم، اما این کارو نمی کنم چون خونه تو رنگین تر نیست. همونجوری که خدا میگه اول هر کاری بگو بسم الله الرحمن الرحیم. آیه قرآن داریم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قطعا خدا نمیاد حق کسی که 1 سال 6 ماه خونده، هر شب خونده، با توی که کلا یه شب خوندی رو مقایسه کنه. اصلا ما هم دیگه قابل قیاس نیستید. همونجوری که خدا باز تو نقشه راه که همون قرآن هستش میگه که آیا کسی که نمیداند با کسی که میداند برابر است؟ ببینید، پس اینجوری نیست که ما بیایم بگیم خب خدایا من نمازم اول وقت میخونم، تعقیبات نمازم میخونم، قرآنم هر شب یه صفحه و نیم میخونم، ولی بعدش میرم فیفا بازی میکنم دیگه، بقیه‌اش با تو دیگه، امتحانا جبرئیل واسه من بفرست دیگه. خدا دقیقا اینجا میگه نه، اینجوری نیستش. همونجوری که امام صادق حدیث داریم ازش میگه که تلاش تو 50% و کار خدا هم 50%. خدا میتونه 100% کار رو انجام بده، اما تلاش تو هم مهمه. چرا؟ چون خدا میگه این صراط مستقیم، اینم نقشه راهت که همون قرآنه، اینم پیامبرا، اماما. حالا درس خوندن یه مثال بوده، اینی که دارم میگم خیلی کلی تره. اینم اماما که همون مربیا و استادات هستن، اینم مرجع تقلیده که شاگرد اولای کلاسن دیگه. تو با استفاده از اینا باید درساتو خوب کنی یا مثلا راهو درست بری. و هم امام علی هم ازش حدیث داریم که میفرماید دقیقاً دعا بدون عمل مانند تیرکمان بدون زه. شما تیرکمان رو که میکشی، زه به همین کش پشت تیرکمان میگن که میکشی و میکنی تیر میره. میگه دقیقاً این میمونه. خدایا من تو امتحان 20 ولی نمیخونم. دقیقاً این میمونه که تیرکمون رو بکشی، ذهن نداشته باشه. تو اینو میکشی، اگه تلاش داشته باشی میره. هر چقدر بیشتر بکشی بیشتر میره. هر چقدر جنس ذهن بهتر باشه بیشتر میره، با فشار بیشتری میره. اما اگه ذهن نداشته باشه یا جنس ذهن بد باشه، همینجا میفته یا میره 2 متر جلوتر میفته. پس کار خدا با تلاش ما مساوی هستش. خدا کسی که میداند با کسی که نمیداند مساوی نمیداند.
اگه از این کلیپ خوشتون اومد حتما نشرش بدید و ما رو هم دنبال کنید. برای تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان صلواتی بفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.